این داستان رأیگیری فکر کنم تا روزی که انجام بشه بابک ما در خدمت هستیم سر موضوع. فکر کنم بعدش هم باید باشیم. بله. اینجوری که برمی دارن به کجا میکشه بالاخره؟ ما در خدمت شما هستیم. هر چی بگیم از انتخابات رژیم باید بگیم. بله موضوع روی میزه رژیم فکر کنم انتخاباتش باشه. ببینید این انتخابات تو رژیم که اصلا تعریف شده نیست، اما رژیم این چیز پوشال رو که اصلش رو هم قبول نداره که اصلا انتخابات و رأی ولی مناسکش رو کامل به جا میاره. فیلم تبلیغاتی درست میکنن، بنر، تراکت، برنامه اقتصادی و مناظره. من میخواستم مضحک‌ترین قسمتش مناظره است. مناظره ها هم مثلا همه جای دنیا روی مسائل اصلی جامعه کوک میشن و همدیگه رو به نقد میکشن. مثلا فرض کنید در همین انتخابات اخیر آمریکا موضوع اصلی کرونا بود. اون حزب این حزب رو نقد میکرد، این حزب اون حزب رو نقد میکرد، چون موضوع جامعه کرونا. تو رژیم مثلا به موضوع جامعه کار ندارن. یه سری دعواهای خودشون هست که میان و به همدیگه به اصطلاح حمله میکنن که این نماینده مجلس به اصطلاح رژیمی گفته بود مفاحشه انجام میدن. یعنی یک فحشکاری دو طرفه ترتمیز. این دفعه موضوعی که خیلی همشون رو برده توی این مناظره رو برای دیگران به لحاظ کمدی جذاب کرده، برای خامنه‌ای خیلی ترسناک، موضوع مدرک تحصیلی رئیسیه. حالا داستان چیه؟ رئیسی این کاندیدای این یکی از پوششی خامنه‌ای آوردتش به نقش جنازه رو بازی کنه، مهرعلی زاده. این مهرعلی زاده اومد صحنه رو دید، این قرار بود که حرفی نزنه و بیاد و چون دیگه اینو به این شرط تعیین صلاحیت کرده بودن که اونجا سکوت کنه. این اومد دید نه، طرف مثل که مالی نیست، قشنگ میشه بهش حمله کرد و بخورش خوبه. زد به نقطه ضعف این، گفت تو مدرک نداری. اینم نه بلند نشد. خب آدم میگه مدرک نداری، میگه من مدرک دارم دیگه. میگه مدرکم. گفت نه من کتاب نوشتم، تز نوشتم. گفتیم تزتو نمیخواد، دیپلمتو نشون بده. میگی دانشگاه رفتی، اصلا دانشگاه رد شدی، اون کنکورتو شرکت در کنکورتو بگو. تو این داستان مدرک که شروع شد یکی دستش خیلی پر بود. اگه گفتی کی بود مسعود؟ دستش پر بود؟ دستش به لازم مدرک تو رژیم خیلی پر بود. عجیبه. پر معمولا تو رژیم نداریم. ولی این خیلی دستش پر بود. یه کاندیدایی دارن که اینم قرار بوده پوششی رئیسی باشه، اومد دید نه، مثل که شهر شلوغه، شروع کرد به هفتیر کشی. اینم الان خودش شده بود خودش شاخی، اصلا رئیسی رو گذاشته کنار. اسمش از علیرضا زاکانی. این که آخه افتضاح کرده که نه، این الان شاید الان از تعجب چیز بشیم، مشکل برات پیش بیاد. این باسوادترین کاندیداست تو این مناظره، چون تنها کاندیدایی که مدرک داره. با افتخارم من الان مدرکش آوردم، گذاشته رو اینترنت مدرکشو، گفته که آقا هر کی همین مدرک رو داره بیاد. حالا این مدرکش چیه؟ این علیرضا زاکانی یه بچه بسیجی بوده، این کارنامش. حالا ریزه من خودم میخونم، خیلی هم نمراتش مشعشعه خوب نیست جلوی طول. سولس اول اومده امتحان داده 10 و 11 و اینا، دیده درس سخته، با گروه خونش نمیخوره، جیم شده رفته کجا؟ به اصطلاح جبهه. سر کلهش تو خردادم پیدا نشده، تو شهریور پیدا شده که امتحان بده قبول شه. نمره ریاضیش 4.5، نمره شیمیش 7 دیگه. واقعا میخواد مملکت میخواد اداره کنه. یه 2 تا 10 داره و بینش دینیش هم سولس اول گرفته 12، سولس آخر که کتابا شهریور کتابا زیاد میشه شده 19. معلومه که رفته با چاقو کشی و همین شیوه های محسن رضایی نمره کشی. شیمی گفتین 4.5 گرفته؟ نه شیمی زیاد گرفته، حقشو نخور، 7 گرفته. اونی که 4.5 گرفته ریاضی بوده. بعد هر جای دنیا اگه همچین کارنامه‌ای باشه، رقیب میره این کارنامه اینو پیدا میکنه به عنوان یک سند افشاگری که طرف اصلا کاندیدا چیه، این اصلا نمیتونه بیاد تو جامعه بشه نشون میده. این اومده دیده که طرفا همینم ندارن، هر جا میرسه میگه من همانم که با 2 تا تجدید شهریور ما قبول شدم، چون تهش هم قبول شده، قبولی شهریور. الان برگ برنده زاکانی اینه. به همه نشون میده. به همه خودش میگه. اصلا این کلمه‌ای که من 2 تا تجدید آوردم و آنچنان قاطعانه میگه. ببینید الان مثلا من ندیدم طرفی که جایزه نوبل میگیره مثلا تو فیزیک، مثلا بین این همه فیزیکدان جایزه نوبل یک بار نشده بگه این کارنامه تحصیلی منه. اینو گذاشته تو جیبش، تو اینترنت خودش گذاشته تو اینترنت دیگه، میگه من همانم که 2 تا تجدید آوردم، حل من مبارز، هر کی همین کارنامه رو داره بیاد جلو. از قضا خیلی هم کارش گرفته، چون بقیه همین کارنامه رو هم ندارن. الان باسواد، البته امشب خوابش نمیبره، میگه خب در پیک شادی منو جزو باسوادترین قلمداد کردن. حالا داستان خود این مناظره چیه؟ مثل داستان اون یارو بود که
روزه نمیگرفت، نمازم نمیخوند، ولی سحری رو میخورد. یه آخوندی بوده احتمالاً این علم الهدی. یه روز بهش گفتن آخه تو که نه روزه میگیری نه نماز میخونی، آخه چرا بولم میشی سحر میخوری؟ گفت دیگه اینم که نکنیم که از اسلام چیزی نمیمونه. حالا داستان رژیمه، میگه آخه تو که انتخابات قرار نیست برگزار کنی، تو که میخوای رئیسی رو مناظرت برای چیه؟ ولی خب رژیم کوتاه نمیاد. یک چیزای دیگه هم که پیله کردن به رئیسی این که آقا تو سواد کلاسیکه، یعنی مثل بچه آدم رفته باشی سر کلاس نشسته باشی، شیشه ابتدایی هم نداری. این گفت من سواد حوزه دارم. بعد خامنه‌ای اینو براش در آوردن، گفتن خامنه‌ای برای اینکه به همه بگه که این سواد حوزه داره صدا کرده علمای قوم و اینو برده، گفت خب یک سوال ازش کنید، حوزه این جواب میده، معلومه جواب سواد حوزه داره. گفتن خب با پای چپ بینن یا پای راست؟ گفته شما من رئیس جمهور کنید من با سر میرم. اینم از سواد حوزه میشه. حالا داستان 6 کلاس هم من که خود شک دارم چون اگه کلاس سوم خونده بود داستان ریزلی و دهقان فداکار اینا اونجا باید با داستان قطار و لوکوموتیو و اینا آشنا میشد. ولی الان هنوز داره میگه لوکوموتیر. حالا جالبه که خیلی تیر و بالون اینا رو دوست داشت. میمون هر چیز زشتره بازیش بیشتره. فارسی بلد نیست صحبت کنه. اون دفعه که در 4 سال پیش اومد با اون کلمه پروپاکانی مهر کرد بی سوادش. این بارم یه کلمه گفته لوکوموتیر. داستان این مناظره های رژیم اینا رفتن یه چیزایی دیدن از مناظرات جدی بعد قاطی کردن. مثل اون داستان اون آدمی هست که رفته بود میخواست ادای دهقان فداکار رو در بیاره، منتها داستان دهقان فداکار رو با پترس پسر شجاع بود در سوراخ دستی کرد سوراخ اینا رو با هم قاطی کرده، با انگشت زده و چشش تو زنبان کور کرده بود. یعنی نمیدونست کجا رو چی رو کجا استفاده بکنه. داستان انتخابات رژیم زیاد مناظره. ببینید در همین مناظره دومم رئیسی گفت اصلا از قید مدرک بگذارید، من اهل این کارا نیستم. گفتن تو رو خدا تو این یکی رو بیار نگذار، مدرکی تو بیار. هیچ مدرکی از رئیسی در نخواهد اومد. باز هم تاکید میکنم همین 2 تا تجدیدی زاکانی تنها مدرکیه که معتبر. حالا جالبه که این با 2 تا تجدیدی و قبول شهریور میگن نفر متخصص عضو هیئت علمیه و پزشکی هسته‌ای خونده. از مناظرات رژیم هر چی بگیم کم گفتیم. یعنی بازم میگن حرف میاره، میگن که من این داستان مدرک رئیسی، چون رئیسی میگه که من اصلا دنبال مدرک نبودم، میگن که رفته بود اروپا، شنیده بود که کسی بره فوتبال بازی کنه بهش پول میدن، رفته بود توی باشگاه گفته بود که من میخوام فوتبال بازی کنم. گفتم خب مدرکت کدوم تیم بودی؟ گفت نه من نتونستم مدرکمو بیارم. گفتم خب برو تو زمین بازی کن. 5 دقیقه نگذاشته بود مربی صداش کرد گفت ببینم مدرکت رو جا گذاشتی، فوتبالت کجا جا گذاشتی؟ خب مدرک نداری، صحبت کردن چرا یاد نگیری؟ حتی فارسی بده صحبت کنی آدم‌ها بفهمن. حالا یه دور سوم مونده، ان شاءالله ما خدمتتون میرسیم دور سوم، چون ادامه داره. این مناظرات هیچ فایده‌ای نداره جز برای طنزنویسا.